برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز گرامی، در برنامه تحلیلی دیدگاه شوکتی محمد با شما هستم. در موضوع امروزه در برنامه ما درباره حسابات مال و دارایی‌های منصبداران صحبت میکنیم. از جانب حکومت تاجیکستان طلب شده است که تا 1 اپریل سال جاری تمام منصبداران باید درباره مال و دارایی‌هایشان باید حسابات دهند. که ببینیم چگونه حسابات میدادند. رئیس جمهور تاجیکستان امام رحمان روز 26 ینور در پیامش به پارلمان به حکومت دستور داد که زمینه‌های معیاری و حقوقی را برای عفو اموال فراهم نماید. بعد تطبیق این عفو، تمام مالکیت به دست آورده ساکنان چه قانونی است و چه غیر قانونی عفو می شود اگر آنها این مالکیتشان را رسمی نمایند یا از خارج برگردانند. امام رحمان هدف اعلان عفو پول و دیگر نمود ثروت‌ها را فراهم آوردن شرایط مساعد برای جلب سرمایه شهروندان به اقتصاد ملی عنوان کرد. به گفته امام رحمان، تاجیکستان در 30 سال استقلال تنها 1 بار عفو دارایی‌ها اعلان کرده، ولی کشورهای پیشرفته در این مدت چندین بار چنین معرکه برگزار کرده‌اند. اما امام رحمان نگفت که تماشابینان گرامی کدام کشورها این گونه عفوها را زود می‌کردند. 1 ماه پس از همین دعوت امام رحمان، اگنتی دولتی خاور نوشت منصبداران تاجیک باید 1 اپریل امسال، آخرین روز 1 اپریل، درباره دارایی‌های خود معلومات دهند. اصلا همین طلبات از منصبداران سالها پیشتر بود و منصبداران موظف به دادن حسابات درباره دارایی‌های خود شده بودند. اما امسال طلبات سخت‌تر شد. اکنون منصبداران یا خدمتچیان دولتی در تاجیکستان وظیفه‌دار شده اند که درباره گاو و اسب و خر و بز و بزغاله و حتی پرنده هایشان نیز به مقامات گزارش دهند. قبلا قانون‌های تاجیکستان از منصبداران تنها اعلامیه درباره خانه و زمین و ورق‌های گرانبها یعنی سهمیه ها را طلب می‌کرد. برای آسان شدن کار منصبداران، کمیته انداز تاجیکستان برنامه مخصوصی کامپیوتری را تهیه و به کار درآورده است که آن امکان می‌دهد اعلامیه ها در شکل الکترونیک پیشنهاد کرده شوند. در خبرنامه رسمی کمیته انداز آمده است که در سامانه رسمی اداره گوشه کابینت شخصی اندازسپارنده موجود است که برای شخصان منصبدار تاجیکستان ترتیب پیشنهاد اعلامیه ها را عاید به درآمدها آسان می کند. اگنتی دولتی خاور به منصبداران هشدار داده است که در صورت پیشنهاد نکردن یا نادرست دادن معلومات درباره دارایی‌ها از مقام برکنار می شوند، یعنی با منصب خیر خوش می کنند. به یک چیز دقت دهید تماشابینان عزیز. منصبداران از سال 2004 وظیفه‌دار هستند که اعلامیه درباره دارایی‌هایشان پیشنهاد کنند. اما هیچگاه اعلامیه هیچ منصبدار رسانه‌ای نشده است. رئیس اگنتی خدمت دولتی قبلا سبب نشر نشدن اعلامیه اموال منصبداران را گفته بود که جامعه تاجیکستان برای قبول آن آماده نیست. این یک گفتار عارفانه منصبداران تاجیک است که البته ثبت تاریخ شده است. ببینید،
پول و اموال منصبدار از حساب همین جامعه جمع آوری می شود. اما جامعه حق دانستن این را که کدام منصبدار چقدر اموال او را دزدیده است ندارد. اهمیت داده باشد تماشابینان گرامی، اینجا گپ درباره دو چیز می رود. دو خبری که رسانه‌ای شده است. یک اعلان عفو و سخت‌تر کردن ترتیبی اعلامیه منصبداران. ببینید هر دوی این هم میگویند که عفو میکنیم، هم سخت میگیرند برای حسابات دادن. تا 1 اپریل باید حسابات بدهید، اگر حسابات ندهید از منصب خالی میشوید. این دو خبر، این دو چیز به هم چه ربطی دارند؟ ببینید ثروتمندترین قشر در تاجیکستان منصبدارانند. بله، قصر و کشک‌ها در ورزاب و رامید و گوشه و کنار کشور، تناسب ماشین‌های گرانبها در کوچه‌های شهر و غیره نشان دهنده خوبی تناسب ثروتمندان بین منصبداران صاحبکارانند. بیشتر شرکت‌های موفق هم به منصبداران تعلق دارند. حتی بیش از 80% مغازه و بازارها به همینها تعلق دارد. همه امان این را خوب و نغز می‌دانیم. هیچ صاحبکاری در کشور وجود ندارد که ثروتمندتر مثلا از نصرت الله دولتزاده رئیس کمیته انداز یا خورشید کریمزاده رئیس خدمات گمرک یا حتی رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سوخت باشد. از همینها کدام صاحبکار بایتر است در تاجیکستان؟ چه رسد به رستمی امامعلی شهردار دوشنبه یا آزاده رحمان رئیس دستگاه ریاست جمهوری یا شوهرش جمال الدین نورعلیزاده نایب رئیس بانک ملی. خیر، سعیم مومن یتیم و رمضان رحیمزاده و همه خیل از اینها کی بایتر است در تاجیکستان؟ البته در گمان است که قانون اعلامیه را کدام از این نفران رعایت کند. هیچ باورم نمی آید، چون این قانون به منصبداران پایانتر از اینها دخل دارد. این نفرانی که گفتم تماشابینان گرامی از هر قانون بالاتر می ایستند. از هر قانون بالاتر می ایستند. قانون به اینها کار نمی کند، گپ اینها به قانون کار می کند، از بالای قانون کار می کند. امکان ندارد حکومت هم با شمول رهبرش امامعلی رحمان نداند بیشتری دارایی کشور به دست منصبداران است و قانون عفو هم به همینها نگرانیده شده است. پس اولین کسانی که باید بعد عفو اموال باید اموالشان را رسمی میگردانیدند یا از خارج بر میگرداندند همین 20,000 منصبدار بودند. همین 20,000 منصبدارانی که در تاجیکستان فعالیت میکنند. اما ظاهراً تیری حکومت خاک خورد و هیچ منصبدار حاضر نشد دارایی‌هایش را افشا کند. اکنون تصمیم گرفت راه دیگری برای مجبور کردن منصبداران پیدا کند که این هم باشد اعلامیه اموال و دارایی می باشد. تماشابینان عزیز، تا حال تمام منصبداران در کشور مثل یک گروهی متشکل عمل می کنند. چگونه؟ از همدیگر حمایت می کنند، جنایت های همدیگر را روپوش می سازند و به همدیگر کمک می کنند. از بالاترین سطح تا پایینترین همین خیل است. این است که هر منصبدار با جنایت به دست افتاد منصبی بلندتر می گیرد، پویشانی می شود. زیرا گروه می داند که به زندان رفتن یکی از اعضایش می تواند راه را برای زندانی شوی دیگران هم باز نماید. همین را چند روز پیشم گفتم. بهرام عنایت‌زاده رئیس ولایت
خطلان سابق رئیس ناحیه استرافشان شهر استرافشان ثابت کرد. وقتی که او را زندان میکردند در مرافعه سعودی، وقتی که به او سخن داده شد، او داد و فریاد کرد: اوی من چندین سال خدمت کردم، با شما شریک بودم، همکار بودم، اینجا را آباد کردم، آنجا را آباد کردم، در تاجیکستان عدالت سعودی نیست، اوی عدالت کنید، نخواد مرا به فلان سال زندان کنید. زبانش باز شد. حالا کی میداند ثبت پوره را مردم ندیده است و یا چند سخنهایی که گفته شده است پشت درهای بسته هنگام مرافعه ها نباشد هم هنگام بازپرسی ها چی گفته چی شنیده است کی میداند. و همین گونه اگر وقتی که منصبدار حس میکند که پشت پنجره میرود چه سرهای فاش میشوند و چه گپهای از زبانش میبراید. انا برای همین هم رئیس ولایت دزدی کرد، رئیس جمهور چیکار میکند؟ او را دزدی کرده گفته جزا میدهد؟ نه، حتما زورش رسد به اطرافش میخواند و اگر دید که این آدم تماما نادرکار است، دیگه این آدم کارناشایم شده است و از دست این دیگر هیچ چیز نمیباید، بعد میبرد پشت پنجره زندان میکند که مبادا از کار خالی کند. این در بین جامعه بسیار گپا بسیار سرها را میکشاید. برای همین هم پشت پنجره زندان میشود. وگرنه اگر میدونست که با آزادی یگان دزدی کلانتر میبراید و این آدم هنری دزدی های بزرگ را دارد، به کار بزرگتر میگذراند. برای همین وقتی که آزادی کاری کوچکتر نبرآمد میبرند زندانش میکنند تا اینکه دهانش بسته در داخل زندان باشد. اکنون فکر میکنید تماشابینان گرامی چرا حکومت با شکستن این قاعده داخلی که همه منصبداران یک دیگرشان را گفت روزها پدشکه میکنند، چرا به منصبداران امروز حکومت چسبید؟ به نظر ما این کار دو سبب دارد. سبب اول این است که هر گروه بزرگ شد باید قسمت از اعضایش را قربانی کند تا اشتعاعی همیشه افزاینده قسمت دیگر قانع کرده شود. یعنی اژدهار که گروهش بزرگ شد، گروه اژدهار که بزرگ شد، کلان شده رفتن گرفت، تعدادش زیاد شد، اژدهار کلانی سیر نمی شود. با اژدهار کلانی باید نیمی از این اژدهار میده ها را باید از بین برد تا اینکه میخوردگی های نیمی از این اژدهارها به همون اژدهار کلان رود. حالا باشد در همین شب روز کشور به بزرگترین بحران از زمان استقلالیتش روبرو شده است. بحران سیاسی، بحران اقتصادی، بحران اجتماعی و حتی فرهنگی. بحران باشد تغییرات و قربانی میخواهد. همچنین با به دست منصبداران گذاشتن تمام دارایی های کشور بعضی انداز تا رفت ضعیفتر می شود. کمتر منصبداری را میتوان پیدا کرد که انداز سپارد. همین خیلی منصبداران را شما میشناسید که انداز میسپارند؟ من ندیدم. اگر میدونید حتما خبرش را به ما دهید، یک رحمتنامه برایش بفرستیم. فشار زیاد بالای بیزنس خرد و میانه دهها هزار صاحبکار را مفلس کرد و شمار اندازسپارندگان چند برابر کمتر شد. حالا باید از جای این خالیگاه پر کرده شود، چون غیر گروهی متشکل 20,000 منصبدار کمتر ثروتمند باقی مانده است که به اینها پول دهد. باید قسمت از این گروه قربانی کرده شود، حداقل به شمار اندازسپارندگان وارد شوند. فهمیده شدید؟
سبب دوم این است که کشور وارد مرحله پیش از انقلابی می شود. شنیده ایستاده اید مردم چی گفته ایستاده است؟ در شبکه های اجتماعی مردم را شنیده ایستاده اید مردم چی ها گفته ایستاده اند؟ طلب استعفای امام علی رحمان رفته ایستاده است. گپ ها هست. مردم انقلاب کردنی است. مردم تظاهرات کردنی است. انا این شب روز حکومت نه انقترش خانواده امام علی رحمان نیاز به همدستان، طرفداران و حامیان دارد. حالا حکومت پی برده است که قسمت زیادی از منصبداران با مخالفان همکاری میکنند. معلومات و سرهای حکومت همه روزه بیش از پیش از زبان مخالفانش صدا میدهند. چندین اشاره و کنایه های هم از طرف مخالفین به حکومت شده است تا حکومت پی برد که کدام سرهای نهفته‌اش به دست مخالفانش افتاده است و در حالت افشای آن حالش چی خواهد شد. بر ضمن این روز به روز ترس شهروندان از بین رفته، شجاعت و جسارت حق تلاشی و طلب عدالت از جانب شهروندان می افزاید. برنامه های انتقادی مخالفین را هزارها نفر تماشا می کنند. صدها شهروندان در برنامه های مخالفین شرکت کرده بدون هیچ هراس حق تلاشی و طلب عدالت می کنند. از حکومت، از رهبریت کشور، از شخص امام علی رحمان انتقاد میکنند، استعفایش را طلب میکنند. بنابر رهبریت کشور و خانواده‌اش احساس کردند که بیش از هر وقت به همدستان و طرفداران و حامیان نیاز دارند. تا امروز که بین مردم و حکومت فاصله ایجاد شده بود و به خاطر حفظ جای کار و ترس زندان نشدن تنها منصبداران و عده‌ای از تاجران بلیگویش بودند، حالا باشد تاجران و منصبداران نیز هرچند با راه پنهانی باشد هم همکاری با مخالفان را تقویت می‌دهند. یعنی فردایشان را اندیشه میکنند. این حکومت را که مردم از بین برد، این تاجر و این منصبداران به کی میمانند؟ به مردم. هر کس این روزش را فکر میکند دیگر. از بین منصبداران آنهایی که به خلاصه نهایی رسیدند که حکومت امروزه کارناشایم شده است و آب مرگش را چشیده ایستاده است کم نیستند. در این حالت حکومت میخواهد منصبداران را با مصادره مال و دارایی هایشان، یعنی با تهدید مصادره مال و دارایی هایشان و حبس کردن ترساند و همین طور آنها را به طور اجباری همچون طرفدار صادق و حد اقل خاموش و زبان بسته نگاه دارد و با همین راه عمر حکومت داریش را دراز کند. این گونه مناسبت با منصبداران از پیش هم بود، اما اکنون که حکومت خطری به تظاهرات دست زدن مردم و یا حجن اصلاحات جدی طلب کردن مردم را احساس کرده است و میل منصبداران به طرف مردم را هم احساس کرده است، با همین راه میخواهد اقلا آنهایی را که باور کرده منصب داده است به آنها معاش میدهد در اطرافش با هر راهی که نباشد نگاه دارد. از جانب دیگر بنگریم، زمینه زبان کوتاهی منصبداران از رهبریت کشور وجود دارد. وقتی یک رئیس ناحیه و یا حتی سردار اداره زمین یک ناحیه با جیپ تویوتا لند کروزر میگردد، برعلا دانسته می شود که او و نهاد زیر اداره اش بوده در فساد است. این را فکر میکنید امام علی رحمان نمیداند؟ او که تا این حد گرنگ نیست. برای یک رئیس
همون ماشینی تگ پایش نشانه دزد بودنش است. نه؟ آخر این خیلی نباشد برای یک خدمتچی دولتی چند سال لازم است که یک ماشینی مینیموم $50,000 با معاش 4-5 هزار سومانی بخرد؟ چند سال لازم است؟ خودتون قضاوت کنید. اگر این رئیس نخورد، نپوشد، به فرزندانش نگاه نکند، برایش چند سال لازم است که این ماشین را بخرد؟ فرض کردیم این ماشین را خودش نخریده است، این ماشین $50,000 ماشین خدمتیش است. باز همین سوال تکرار می شود. حکومت یک ناحیه برای تنها ماشین خدمتی رئیس $50,000 کمش مینیموم، این جیپ ها، رنگ کروزر ها از $50,000 قیمت میستند، مینیموم $50,000 است. این پول را حکومت یک ناحیه از کجا برای ماشین خدمتی رئیس جدا کرده است؟ انا برای همین فکر میکنم پیش از همه نهادهای دولتی باید در سامانه رسمی خود از دارایی‌های خود گزارش دهند. یعنی از دارایی‌های حکومت، از دارایی‌های نهاد، وزارت، کمیته، حکومت ولایت، حکومت ناحیه گزارش دهند تا دانسته شود که اداره‌های دولتی در بساطشان چی دارند. بعد از این به منصبداران گفته شود که در بساطت چی داری گزارش ده. اینجا به مردم و هم به حکومت معلوم می شود که منصبداران ما قصر و کشک و ماشین را از کدام حساب صاحب شده اند و حکومت ناحیه آن مال و اموال و دارایی هایی که دارد، وزارت دارایی هایی که دارد و یا کمیته و نهادهای دیگر دارایی هایی که دارند از کدام حساب صاحب شده اند. انیق می شود. انا برای همین هم تماشابینان گرامی طلب حسابات مال و اموالی که امروز حکومت از منصبداران کرده ایستاده است تنها این است که آنها را گفت روزها وربافکه کند به اصطلاح و گپ در رای و بلگو نگاه دارد. تماشابینان گرامی اینجا پایان برنامه امروزه دیدگاه است. لطفاً برنامه‌های دیگری ما را در شبکه یوتیوبی پیام تیوی پیگیری کنید. حتما آبونه شدن را فراموش نکنید. تگمه لایک را پخش کنید. پخش تگمه زنگوله نیز لطفاً فراموش نشود. این همه به شما امکان می‌دهد که هرچی بیشتر برنامه‌های ما را پیگیری کنید و به ما امکان می‌دهد که هرچی بیشتر به شما برنامه پیشنهاد کرده باشیم. سلامت و سربلند و پیروز باشید. السلام علیکم و رحمت الله. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net